از اسلام چی میدونی؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کی تولد شده است؟ متاسفانه جواب شما نادرست است. اولین حافظ کل قرآن کیست؟ یک فقه باشه. فقه نمیگم، فقه علم بین حرام و حلال. پنجمین نام قرآن چیست؟ السلام علیکم به همه برادران تماشابینان کانال پودکدابرو. سلام علیکم. سلام علیکم. جمستان برات فتح‌الدین. برنامه نوی ما پاتیش شده بالا کرده بودیم که تو علمی بیماری یک طرفه شدنم و کار خیر نمیکنیم و برای کانال به ویدیو نمونه برنامه یکون برنامه فکر میکنم و برنامه که مردم در جالب باشه و فکر میکنم که برنامه به نهایت جالبه و اشتراکچی اولین این برنامه را خطا دعوت کردیم. از اسلام نام برنامه از اسلام چی میدونی؟ یعنی سوال میشوه 4 وریانت داره، یک وریانت چه انتخاب میکنی. سوال از برنامه از 3 بخش عبارت است. یک بخشش از 5 سوال عبارت است. اگر که تک اشتراکچی اولی ترا ببری نبری یکون مکافاتت میتیم. مکافات قرآن و موضوع آوردگیش نیستیم. اگر که همه دوره را گذشت یک قرآن کریم مکافات داره و در آینده با شرطاش دیگر میکنیم. میریم سر میکنیم برنامه را. سوال اولین ما چنین است. بخش اول. سوال اول: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کی تولد شده است؟ وریانت ها 670 550 520 571. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم صبح روز دوشنبه 22 اپریل سال 571 میلادی به دنیا آمده است. باوری دارین؟ بله. جواب شما قبوله. جواب شما درست برادر عزیز. شما را تبریک میکنیم. بخش اول و سوال دوم: کدام سوره قرآن کریم بیش از 10 نام دارد؟ فهمیدین؟ کدام سوره قرآن کریم از 10 نام بالا دارد؟ وریانتاش چنین است برادر: یاسین، اخلاص، فاتحه، ناس. کدام از اینها زیاده از 10 نام دارد؟ سوره فاتحه. جواب شما همین سوره فاتحه؟ بله. علیش نمیکنین جوابتون؟ نه. جواب شما درست است. قبول میکنیم. سوره فاتحه است که زیاده از 10 نام دارد. تبریک. میگذاریم به سوال سوم برادر. اولین آیتی که درباره شراب نازل شده است در کدام سوره و کدام آیت است؟ فهمیدی سوال؟ اولین آیتی که درباره شراب اومده است سوره کهف آیت 1، بقره آیت 219، بقره آیت 23، حج آیت 19. اولین آیتی که درباره شراب نازل شده است. یا وریانت داره. سوره کهف آیت 1، سوره بقره آیت 219، سوره بقره آیت 23 و سوره حج آیت 19. سوره حج آیت 19 باشه. والله اعلم. در سوره حج ما پس میکنم که در سوره حج درباره شراب اومدگی نیست عموما. سوره کهف انیق نیست. سوره بقره آیت 23، سوره بقره آیت 219. سوره بقره آیت 219. کدام از اینها؟ سوره بقره آیت 219. یعنی وریانت ب با سوره بقره آیت 219. شما را تبریک میکنیم. جواب درست است. برای که سوره بقره آیت 23 انیق نیست، برای که تو میدونم 23 شه. و بله جواب درست است. آیت سوره بقره آیت 219 در اولین بار درباره شراب آیت نازل شده. همین آیت. میگذاریم به سوال چهارم: کدام ملائکه ها وارد قبر میگردند؟ کرامان کاتبین، جبرائیل و اسرافیل، میکائیل و عزرائیل، منکر و نکیر. کدام از این ملائکه ها داخل قبر میشن؟ منکر و نکیر. انیق. جواب شما قبول درسته. میگذاریم با سوال پنجمی بخش اول، یعنی سوال اخیران. سخن پیامبر رو چی میگویند؟ یعنی پیامبر وقتی که سخن کنه او را چی میگویند؟ حدیث، فقه، دعا، اجماع.
جواب سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو حدیث میگویند. حدیث میگویند. یعنی یکی فقه باشه. فقه نمیگن. فقه علم بین حرام و حلال. یعنی حدیث. جواب شما بله حدیث. بهترین جواب شما درست است. قبول میکنیم، شما را تبریک میکنیم. شما از بخش اول با کل گذشتین. میگذاریم با بخش دوم. بخش دوم ما هم از 5 سوال عبارت است. سوال اول: حضرت عیسی علیه السلام از آسمان به کدام قسمت زمین فرود می آید؟ یعنی کشور اسرائیل، شهر مدینه منوره، شهر دمشق، شهر مکه. حضرت عیسی علیه السلام به شهر دمشق فرود می آید. یعنی جواب شما همیه که وریانت و شهر دمشق. یعنی به شام. باوری داری؟ باوری. جواب شما درست است. شما تبریک میکنیم و میگذاریم به سوال دیگر. فضیلت علم در کدام سوره قرآن آمده است؟ یعنی فضیلت علم چی فضیلت داره در کدام سوره قرآن آمده است؟ یعنی سوره نحل، سوره نساء، سوره واقعه، سوره مجادله. در کدام یکی از این سوره ها فضیلت علم آمده است؟ یک بار دیگه واریانت رو پیشنهاد کنید. سوره نحل، سوره نساء، سوره واقعه، سوره مجادله. سوره مجادله. باوری داری؟ بله. گفتم در کدام آیتش؟ خودتون برومت میدونم. به هر حال جواب شما را قبول میکنیم برای که اینجا آیت آمدگی نبود و سوره مجادله هست و آیت 11 درباره فضیلت علم است. تبریک. میگذاریم به سوال دیگر. از 114 سوره قرآن کریم چند سوره با حرف‌های الوهیده یعنی از هم جدا و مثل الف لام میم آغاز می شود؟ چند سوره از 114 سوره چند سوره به همین نمود آغاز می شود؟ واریانت ها 20 28 26 29. 20. یک بار سوال تکرار میکنم. از 114 سوره قرآن کریم من فهمیدم سوال شما را. فهمیدی؟ واریانتاش فهمیدی؟ ا 20 سوره، ب 28 سوره، و 26 سوره، گ 29 سوره. سروسی من خیلی نموش ندونه که ما پدروب نه راستی گپ بگم ده خیلی بدرو ما خیلی واریانت انتخاب کردم نه که انیقش گفتن میتونم که ایمنوی چند سوره برای که ما حساب نکردم. میدونم سوره مثلا بقره، الف لام، یاسین، طه، حمیم هم خیلی الوهیده حرف ها قطعی جدا میشن و ما میدونم کدام سوره ها هستن که اگر حساب نکردم. و واریانت یک واریانت انتخاب میکنم. واریانت هم 20. نیت نمیگرده؟ نه. متاسفانه جواب شما درست است و جواب درست 29 سوره قرآن با این شکل آغاز میشه یعنی الف لام میم حرفا از هم جدا. میگذاریم به سوال دیگر. سوال نهم: اولین فرمان خداوند در قرآن کریم چیست؟ یعنی اولین درجه فرمان خداوند در قرآن کریم چیست؟ یعنی اولین فرمانی اولین درجه. به واریانت بگومش؟ نه من واریانتو چه میگم؟ نماز خوانید، روزه بدارید، پاک باشید، او رو عبادت کنید یعنی خداوند رو عبادت کنید. کدام یکی از این واریانت ها اولین فرمان خداوند؟ اولین درجه فرمان خداوند. باز ما میگم نه که واریانت خطا که اولین فرمان خداوند بخون اقرا. نه اولین درجه نه تو خیلی بگو که اولین درجه در مقصد چی ایمان بگو که مثلا خداوند چی فرمان خیلی فهمم. من خیلی فکر که اولین فرمان خداوند در قرآن. نه اولین درجه به الله ایمان بیارید. نه واریانتو نماز خونید، روزه بدارید، پاک باشید یعنی او رو عبادت کنید یعنی خدا رو عبادت کنید. کدام یک از این واریانت؟ عبادت الله. یعنی واریانت گ او رو عبادت خدا. جواب شما درست است. شما تبریک میکنیم. میگذاریم به سوال دیگر. اولین مراتب قرآن در کجا نازل شده است؟ اولین مراتب قرآن در کجا نازل شده است؟ شام، مکه مکرمه، مدینه منوره، یثرب. مکه مکرمه.
در مکه قرآن در مکه نازل شد اولین بار نازل شد. بله. جوابتون نمیگم. تبریک میکنیم شما. بازم جواب شما درست است. یعنی قرآن اولین مرتبه نازل شده است در مکه مکرمه. بله. و شما از 10 سوال ما، یعنی از بخش دوم با یک سوال ما جواب نداده و میگذاریم با قسم سوم. با سوال اول، پنجمین نام قرآن چیست؟ یعنی قرآن چند نام داشته است؟ و پنجمین نام قرآن چیست؟ التنزیل، الذکر، الکتاب، الفرقان. پنجمین نامش. در پنج مثال این الرحمن الرحیم نامای خداوند جابجا بازی تو پدروب نگفتی و آخرونده بعد همین نامش چیه؟ پنجمین نامش. یک بار دیگه تو 4 نامش میمونه. همین بعد همین چی نام میویا؟ 4 تا نامه. همین 4 تا نام یکتش پنجمین نامه. یکتش پنجمین. یکی از اینها پنجمین نامی قرآن است. التنظیم، الذکر، الکتاب، الفرقان. تنزیل باوری داره؟ التنزیل. شما را تبریک میکنین، جواب شما درست است و نام پنجمین نام قرآن التنزیل است. و میگذاریم به سوال دیگر. این آیه کریمه از کدام سوره مبارک قرآن کریم است که خداوند میفرماید؟ یعنی خداوند چنین میفرماید: پس ما را یاد کنید تا شما را یاد کنم، مرا سپاس گوید و ناسپاسی من نکنید. عربیش نیست؟ نه متاسفانه. بقره آیت 275، بقره 267، بقره 152، بقره 110. یک بار دیگه میخونم. این آیه کریمه از کدام سوره مبارک قرآن کریم است که خداوند میفرماید: پس ما را یاد کنید تا شما را یاد کنم، مرا سپاس گوید و ناسپاسی من نکنید. یعنی در سوره بقره است. کدام از آیات؟ کدام آیت سوره بقره؟ کدام آیت سوره بقره؟ 275، 267، 152، 110. 152. این تخمینه یا این تخمینه برای که ما انیق نمیدونم. ما واریانت را انتخاب کردم. شما را تبریک میگم. الان تخمین شما درست برآمد. در آیت 152 سوره بقره خداوند میگه که پس ما رو یاد کنید که شما را یاد کنم. میگه مرا سپاس گوید و ناسپاسی هیچ وقت نکنید. میگه در آیت 152 سوره بقره تبریک میکنید که تخمین شما درست برآمد. خردترین سوره در قرآن کدام سوره می باشد؟ اخلاص، مسد، عصر، کوثر. خردترین سوره قرآن این سوره کوثر که 3 آیات داره. 3 آیات داره. جواب تو نمیکنه. یعنی انیق باوری داره. باوری. شما را تبریک میکنیم. جواب شما درست است و میگذاریم به سوال دیگر. چند مرتبه در قرآن کریم از حضرت آدم علیه السلام یاد کرده شده است؟ یعنی نام آدم علیه السلام در قرآن چند مرتبه آمده است؟ واریانت ا 30 مرتبه، 35 مرتبه، بیشمار که نه که به حساب 5 مرتبه. 25 مرتبه. یعنی این تخمینه. بله. ما نام آدم علیه السلام بسیار در سوره بقره دیدن که این تخمین بود که 25 مرتبه. انیقش نمیدونم برای چی نه. چهارم تخمین شما اگه درست برآمده است شما تبریک میگید که نام آدم علیه السلام در قرآن کریم 25 مرتبه. خیلی تمام شد. نه که تخمین بودی او گدات بودم خیلی تخمین کردم. اولین حافظ کل قرآن کیست؟ یعنی اولین حافظ کل قرآن موسی علیه السلام، محمد صلی الله علیه و سلم، ابراهیم علیه السلام، آدم علیه السلام. اولین حافظ قرآن محمد صلی الله علیه و سلم، زیرا اینکه قرآن نازل شد و محمد صلی الله علیه و سلم. جواب شما قطعی است. یعنی جواب تو نمیگردی. شما تبریک میکنیم. جواب شما درست است. یعنی بخش سوم شما گذاشتین. خلاص در 15 سوال ما با یک سوال جواب ندادین و ما میخواهیم که انمی خطایی شما را اصلاح کنیم و با شما یک سوال علاوه‌ای بدیم، برای که ما وعده داده بودیم که اگر شما با کلی انمی سوال ما را جواب بدین با شما تحفه تقدیم میکنیم و به خاطری که برنامه ما پر شود و ما با شما یک سوال علاوه‌ای میتیم، اگر همین سوال علاوه‌ای را جواب بدین شما برنامه ما را پر کردگی.
کدام از این روزها در کدام از این روزهایی که حاضر من نامبر میکنم روزه گرفتن سنت است؟ جمعه، شنبه، پنجشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، کدام از این روزها در روزه گرفتن سنت؟ یک بار دیگه. جمعه، دوشنبه، پنجشنبه، شنبه، پنجشنبه، سه شنبه، پنجشنبه. دوشنبه، پنجشنبه. انیق. جواب تا تاخیر نمیدید. شما را تبریک میکنیم و اولین نفری که اشتراکچی ما بودی و اولین نفری که بگین در برنامه ما اشتراک کردی و پرگی سوال ما را 15 سوال داشتیم از 3 بخش بود. شما را تبریک میکنیم که صاحب یک قرآن کریم شدین و در برنامه برنامه ما چی گفتن در همین مثلا برنامه خوبه در بتیم یا یعنی که فکرام نسبت برنامه‌تون روسیه شخصا خدمت بسیار معقول شید بسیار فوری خداوند یعنی قوت به شما را که قدم بگیرین. ما یک پیشنهاد دارم به خاطر که همین برنامه‌تون روسیه اگر همین مثال پیشنهاد ما را قبول کنین فکر میکنم به فایده شما. مثلا در برنامه شما بسیار سوال‌های عددی بود. ما هم اگر باید داشته باشین اول سوال جواب داشتم و ای سوال جواب خدمت اوپدی خدمت چی خدمت میگم که ما چی خطاگیو کرده بودم. سوال‌های بود که رقمکی بودن، سوال‌های بود که مثال امی قرآن کریم حتی این مثال قاری‌های قرآن که قاری‌های مرتباً 30 پاره قرآن حفظ کردگان. بعضی سوال‌های هست که مثال در قرآن چند بار نام الله اومده یا در قرآن چند بار نام محمد صلی الله علیه و سلم ذکر شده. هم خیلیاش یک میدونی مشکلی هستن که مثلا اگه از من اینا برای چی میگم اینا از من را در برنامه سوال دادی من نمیگم عالم میگم من شکر الله کم و بیش از شریعت خبر دارم کم و بیش شکرانه الله. و مثال بعد برنامه باید برادر را فریاد میکنی که وای مثال داره نه که برنامه برای مسلمان های شرط نیست او طالب علم باشه عالم. انا مثال در برنامه کم میشه یگون شخصی را فریاد میکنی که مثال اسلام کمتر خبر داره اگر همون سوال های رقمکی و عددکی بتی عموما جواب نتیه. به همین خاطر یک سوال های بتی هرچند که واریانت داری سوال های بتی که یک چند راههای جواب گفتن با اون باشه. من یک مثال میارم با مثال همین حضرت موسی علیه السلام در شب معراج حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دید و بعد از سلام کردن و استقبال گرفتن محمد صلی الله علیه و سلم حضرت موسی گریه کرد. تو جواب گفتی گریه کرد برای چی گریه کرد؟ بعدا واریانت را گفتی این سوال میدونی الکی یک 4-5 تا دروازه داره که همونجا وریچیدن ممکنه بیاونده مثلا پیشنهاد خیلی آینده یکون برنامه ما در آینده خیلی میکنیم اگر سوالمون میمونه بخش اول رقمکی بخش دوم سوم اونجا رقم را میگیریم برای کی باید باشه در رقمکی خلاص یگام کمبودی دیگه نداره نه دیگه شکل از رحمتی کلام برای اشتراک کردن در برنامه‌تون و هر نفری که میخواین در برنامه ما اشتراک کنین این برای همه به محدود کسی میخواد اشتراک کردن همین اینستاگرام ما در اینستاگرام ما بنویسیم ما شما را قبول میکنیم و میتونید که در برنامه ما اشتراک کنید. خداوند هممون نگهبان باشه. زنده باشه مادر عزیز.